قریب 20 سال می شود که در جاده روزنامه‌نگاری فعالیت میکنم. در این مدت یک چیز عادی را درک کردم. کار روزنامه‌نگار از یک سوال آغاز می‌یابد. بعضا این سوال ناراحت کننده است، بعضا دشوار. ولی محض همین سوال‌ها به جامعه کمک میکنند تا واقعیت را بهتر درک نمایند. مسئولیت ما سنجیدن دلیل‌ها، فراهم آوردن امکانیت برای شنیدن نظر جانب‌ها و راه ندادن به آوازه‌ها که به خبر تبدیل یابند. امروز که هر کس میتواند معلومات نشر کند، نقش روزنامه‌نگاری کسبی باز هم مهمتر شده است. اما اجرای این مسئولیت بدون محیط بخطر امکان ناپذیر است. بخطری این تنها مسئله براحتی نیست. این شرایط ضروری برای فعالیت صادقانه و کسبی میباشد. روزنامه‌نگاری بخطر نه تنها حفظ روزنامه‌نگاران است. سخن درباره حفظ حقوق هر یک انسان برای دسترسی به معلومات سنجیده شده و با اعتماد بباشد. وقتی روزنامه‌نگار میتواند آزادانه پاسخها را جستجو کند، سوال دهد و درباره مسئله‌های مهم جامعه حرف زند، نه تنها خود او منفعت ببیند، خوانندگان، بینندگان و شنوندگان نیز منفعت می‌بینند. در نهایت تمام جامعه منفعت خواهد دید، چون به معلومات با اعتماد دسترسی پیدا می‌کند. از همین خاطر من از چالش آواز من، حقوق من جانبداری می‌کنم.